سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ولاگ برج میلاد. الان تقریبا داریم میریم برج میلاد. ایناریو خب گم شدیم بوده مرحله رفتم به برج میلاد. ببین توش چه شد. واو چقدر بزرگه، این پاره میشم. ببینیم یه سر بریم بالاش. میری؟ بیا جوراب نمیخواد؟ نه من بیا یه جوراب بگیر، من کار نکردم. نم چرا اینجا همه به هم میان عمو. واسه بابایی بیا. بریم به سمت برج میلاد. بچه برم هستم ما. بریم به سمت برج. چقدر ما بیا عکس اندازیم پورا. بیا عکس اندازیم. واو بچه حسی که دارم اصلا احساس کنم بلیتش گرون بود. همین 400 تومن خیلیه. بریم تو. بریم. واو ورودی آقایون انگار اومدیم فرودگاه بینونه. اصلا کرنده بچه چیزایی میپری پایین تابشه. خود برج میلاد، خود برج او اینم پرتابشه. خیلی بده، من نمیدونم چی رو. وقتی میگه تو کیفا رو میگردن، یعنی مثل فرودگاه. آخه من چیم به دوستم داره کیف منو گشتیم. جای دیدنی بچه‌ته برج آزادی رفتیم ولی تو فکر ولاگ نبودم. برج میلاده تئاتر شهرام هست. بابایی کجا رفت؟ ای بابا هر دقیقه یعنی ما دستشویی هست. ما اینجاه. واو فارسی به خود برج میخواد ببینی. آره نگاه کن ما آبرون رو میبری. ماکت برج میلاد. ماکت تاراخ میگه ماکت تاراخ. کوشش ماکته. بچه ماکت ماشین ما. بوله هست. ماکت ماشین ما.
باید منتظر بمونیم 30 نفر چیز بشه، پر بشه. ما طبقه های بالا رو هم بریم ببینیم. طبقه بالا رو بریم. آره. این جمع بشه، یعنی اینجوری. آره خب بریم یه جوری تو طبقات. آره بریم یه دور تو طبقات بزنیم. با پله باشه من نمیم. چی؟ آره فکر کنم بابایی داره وقتی اومدی بالا شب قشنگی با کلاس هم. آره برو. نه آره بریم یه دور بریم طبقات تا یه 30 نفر باید جمع بشه. نه آسانسورشه. بابا آسانسور 30 نفر ظرفیت داره. خب بگید بیاره خانومه. ما بیدو کجا؟ چقدر خوشگله. من اینو میگیرم. کاکاو. من میگم از اون تصمیم بگیری یه بستنی بخور. بابا همون پسته‌ای رو من بده. میگم از اون پسته یا بده. تو کدومو میخوام؟ اینو برده. آره. اون پسته هم به من. یعنی چنده؟ آره آره. یا من بده. بابا بذار عکسشو بگیریم. بستنی. آره کاکاو. آره اینو بده. چون نمیتونم. منم بده پس. بینم بده بخوره. تو گاز بزن پساس. یه گاز من. این واقعا پهلو نداره. مستقیم نداره. پرفکته. دوجه کافه بیاد اینجا. نمیذارن بخورم. دستون هنوز ببین. اوی خیلی سخته گرفتنش. بچه داریم صبر میکنیم تا 30 نفر بشه بریم پرکانسا. منتظریم بریم تو صدامون کنن. اینجا باز میشه چی؟ این از این بگیم بریم. آخه اصلا هم که جلویی؟ آره خود نگاه کن. بیا آریان بیا نیما میبینیم آره پیش به سوی تهران. چقدر خوشگله. بابایی همه جلو دوربینه. اوه مای گاد. آره واو. بابا موی ویل کن دیگه. واو. نگاه کنید
این موزه ملی ایران، این دانشگاه تهران. بلیط نگرفتیم. چرا؟ خب از هم اینجا بلیط بود. بچه این نقاش دیدم اینجا. نگاه کنید، نقاشه داره نقاشی میکشه. نقاش وقتی یه نقاش میبینه آره بیا بال بود. واو چقدر زیبا. و خیلی شلوغه. بسوچ این حساب کن. بای بای. ما دیگه برمیگردیم بعدش پایین. بفهمید ظرفیت پره دیگه. ظرفیت چند تا؟ میره بالا. طبقه یه گیرمون میمونه. موزه مشاهیر و موزه شهر داریم. بچه اینجا گنبدشه، خیلی گرمه. این چی بود؟ یا بگم خودم چرا اینقدر بده؟ خواستمونو گرفتن درگیر توفه همین خواستم چی؟ آره فنه بچه ها. ما یه جا دیگه هم داشتیم درسته؟ میگم یه جا دیگه هم داشتیم درسته؟ فناش بچه ها خفنم ولی بازم گرمه کافی نیست. ما یه جا دیگه هم داریم که اوه بچه ها بکنم بریم. گفتی من میخوام برم به پرم و آسانسور اومدی بالا ترسیدی. بچه کجا را؟ بایما من دارم میترسم. حالا عکس بده. خیلی ترسناکه از همشون بدتره. سر کارت بزن. من چه می‌گوست سر کارت. بچه چقدر بچه واو موش طبیعیه به قول خودشون طبیعیه. این نقاشه او هنرمنده سهراب سپر نمیدونم به ما من خونه این دوتا رفتم جلال آل الاحمر. خودشون تو خونهشون هم هستن بچه همه جا هستن. تولد سیمین هم رفتیم. خدایی خیلی ترسناکن. علی اکبر ده سیمین جون بخش پروین جون ایشون ابوالقاسم فردوسی، امیر کبیر، ابو علی سینا،
بچه یاده معروف رو پیدا کردیم. دکتر حسابی. این چی بود؟ پروفسور مامانی تازه میگه مجید صمیمه که مرد. ما به 3 اردیبهشت تا 10 مردیم. نیما یوشیچ کمالونو نقاشی یه نقاشی چیره دست. چیره دستی آره بود. چیره دست. ستار خان. ستار خان چرا چیزش چپه؟ باقر خانم نیست داداش بودم ما. ستار جون ستار. آره اوی پله ستار خانم باقر. چا اینم هست. واو واقع دیگه از برج میلاد. من اصلا حوصله اینجور چیزا رو ندارم. کلی داره کلید ایران ما هندی بمبای هندی بمبئی. بمبئی تحصیل اینا چی هن؟ کجای بمبئی رفت؟ بغداد بمبئی. بچه بغداده. یه زمانی از این پستا می‌بینی یه تمرا ها خوشگلی این شهر را به آتیش. واو واو چقدر بزرگه. این شهر رو به اسم میکشم باید سینه جاگید دیگه ندارم. الان داریم میخوایم بریم پایین. چقدر عرق کردم گرمه دیگه. هم رفت و خونم برد. چون من خونم برد. چی دارم میگم مبین ولاک کی سنگوره لالا. بچه ها رستورانش جمع شده. رستوران چرخشی جمع شده. جمع شده واقعا؟ دیدی ما بیزومش کجاست؟ نه یه رستوران چرخشی داشت جمع شد. میچرخید رستوران. چرا واقعا؟ افسوس 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 صد افسوس. هزار افسوس. زمین فوتبال. ها؟ زمین فوتبال. غم رفت. وای خیلی ترسناکه. دیگه نگه چه صورت. زانو هم خودش بیشور شده. برو سریع گرمم. چه غذا از سفارش دادیم. دقیق گله منتظر غذا. من نیویورک برگر سفارش دارم. بچه چیه؟ بهم بگید من نمیدونم چیه. خرجه میکنم یکو 700 اینجا دارم یکو 600 هم اینجا داره میده. بچه ها خیلی خوب بود امروز. بریم غذا رو بخوریم. منتظر غذای خب کی بیا بگیرم؟ منتظر غذای آی یک مردم موبی منتظر غذا رو. چی بچه بال بود قطاره. بای برو بیا برم ببینم. دشه این سه تا. آقا با خجالت خجالت چیه؟ خوردم خجالت داره. پول داره من این داری سر اول حالا برم جه برو آماده شد. آره یه دونه سیزده بود. آخه ما قربونی تو بشم. چقدر تو با نمکی. نه خیلی باری بای بچه ها خیلی ممنون ویدیو رسید آنها رو ممنون پایان این دلک رسید تا دیگه همین الان
لایک سابسکرایب داری شب ما تو جمع کردم